یکی از دلایلی که باعث میشه مراجع ما نتونه کاری که ازش خواستیم رو درست انجام بده این هست که علیرغم اینکه این فعالیت در ناحیه ZPD اون قرار داره اما متوجه منظور ما نشده و یا اینکه لازمه اون رو به فعالیت‌های کوچکتری بشکنیم تا مرحله به مرحله راهنمایی بشه و جلو بره از پس اون کار بر بیاد. اسکافولدینگ یا داربست زدن شیوهی هست که در اینجور مواقع میتونه مورد استفاده قرار بگیره. همونجور که از داربست استفاده میکنن تا اینکه مثلا در نمای ساختمان به طبقات بالاتر دسترسی راحتتری داشته باشن و در واقع نوعی حمایت صورت میگیره، اینجا هم ما از حمایت‌های دیداری یا کلامی استفاده میکنیم برای اینکه مراجعمون راهنمایی بشه و بتونه کاری که ازش خواستیم انجام بده. ابتدا خودمون از طریق مدل سازی کل فعالیت رو انجام میدیم تا اون متوجه بشه که ازش چی میخواد. بعد که 2 یا 3 بار این کار رو انجام دادیم و اطمینان پیدا کردیم که در حوزه توجهش هم بوده، حالا ازش میخوایم که خودش بیاد این کار رو انجام بده، اما رهاش نمی کنیم، بلکه یا با حمایت‌های دیداری، مثلا استفاده از مکعب‌های رنگی برای نشانه گذاری این که الان چه کاری رو باید انجام بده، یا از حمایت‌های کلامی